خیلی بده که هنوز نمیتونی یه همچین مدل مویی بکشی، ولی اصلا خودتو نباز، یه نفس عمیق بکش و این آموزش رو تا آخر ببین. اول با کنت صاف قسمت‌های تیره رو به این حالت ایجاد می‌کنید. سعی کنید با همین تیرگی‌ها حالت موها رو نشون و بعد با یه دونه قلمو به این حالت تیرگی‌ها رو محو کنید و حجم موها رو ایجاد کنید. بعد از اینکه حجم موها رو کشیدین با یه دونه مداد کنت هارد یا مدادای تیره زغالی شروع کنید دور تا دور موها رو به این حالت موهای ریز بکشید و بعد دوباره با قلمو محوش کنید و با پاکنت و شروع کنید تار موهای روشن رو بکشید. جهت موها خیلی مهمه، حواستون باشه دقیقاً تو همون زاویه و جهتی که هستن تار موها رو بکشین. قسمت هایی که روشن‌تر بکشین و قسمت هایی که کم رنگ‌تر بکشین. اگه تو هم دوست داری این هنر رو خیلی سریع یاد بگیری، حتما بیا تو پیجم و هایلایت سبز رنگ رو چک کن. خیلی بده که هنوز نمیتونی یه همچین مدل مویی بکشی، ولی اصلا خودتو نباز، یه نفس عمیق بکش و این آموزش رو تا آخر ببین. اول با کنت صاف قسمت‌های تیره رو به این حالت ایجاد می‌کنید. سعی کنید با همین تیرگی‌ها حالت موها رو نشون و بعد با یه دونه قلمو به این حالت تیرگی‌ها رو محو کنید و حجم موها رو ایجاد کنید. بعد از اینکه حجم موها رو کشیدین با یه دونه مداد کنت هارد یا مدادای تیره زغالی شروع کنید دور تا دور موها رو به این حالت موهای ریز بکشید و بعد دوباره با قلمو محوش کنید و با پاکنت و شروع کنید تار موهای روشن رو بکشید. جهت موها خیلی مهمه، حواستون باشه دقیقاً تو همون زاویه و جهتی که هستن تار موها رو بکشین. قسمت هایی که روشن‌تر بکشین و قسمت هایی که کم رنگ‌تر بکشین. اگه تو هم دوست داری این هنر رو خیلی سریع یاد بگیری، حتما بیا تو پیجم و هایلایت سبز رنگ رو چک کن.